به نام خدا. وحید فرزام هستم. هفتمین قسمت از دوره ساخت داشبوردهای مدیریتی توی اکسل رو شروع می‌کنیم. من عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه سرما خوردم، مقدار صدام از حالت عادی خارج شده. عرض کنم خدمتتون که مستقیما میریم سراغ سمپل هایی که من برای این قسمت در نظر گرفتم و همونطور که قبلا هم عرض کردم این به نظر من بهترین روشی بود که باهاش میشد داشبورد رو آموزش داد، چون تنوع موضوعات و تنوع سلایق مختلف طراحی داشبورد اینقدر زیاده که من نمیتونستم به یه سیلابس روتین بسنده کنم. برای همین تصمیم گرفتم که موضوعات رو در قالب مثال‌های مختلف براتون بیارم و فکر می‌کنم این خیلی کمک میکنه. خب فایل اول این فایل خیلی ساده است. ببینیم یه جور نموداری است که شما با استفاده از اون میتونید وضعیت یک المان رو، یک شاخص رو نسبت به حالت کلش نشون میدید. یعنی اگه فرض کنید که اکچوال ولیو ما مثلا هست الان 133 و ماکسیموم مقداری که میتونه باشه 144، خب این نمودار داره با یک شاخص همین رو نشون میده، یعنی میگه این ماکسیمومشه، نمیدونم این 144 این 133. بعدم با یه نمودار دوناتی که داره میزان اون رو نسبت به کل مشخص بکنه، این وضعیت شاخص رو داره نشون میده، اینم درصدشه. طبیعتا اگه اینو تغییر بدید بذارید مثلا روی فرض کنید 75، خب این نمودار تغییر میکنه و 75 رو نشون میده. خب عرض کنم خدمتتون که چطوری نمودار ساخته شده. خیلی ساده است. من اولا اینجا اومدم درصد رو حساب کردم، درصد از تقسیم این دوتا به دست اومده. خب بعد اومدم اینجا یه سری ساختم با دوتا مقدار. گفتم مقدار x من همون مقداری که اینجا وارد کرده، مقدار y من یا مقدار دوم من، البته x بر حسب y نیست، بهتر بود من اینجا رو بذارم مثلا x1 و x2، فکر کنم این قشنگ‌تره. خب بله، مقدار اول هست حاصل تفریق یا تفاوت ماکسیموم از وضعیت فعلی که میشه 34. حالا اینو به چه درد میخوره؟ من این دوتا رو با هم انتخاب میکنم، میام با استفاده از این دوتا یه دونات میکشم، تموم شد. این همه نمودار ما اینه. اگر من میگم این پارت در واقع باقی مانده، یعنی تفاوت اکچوال ولیو از ماکسیموم ولیو رو من انتخاب کنم و رنگ زمینه بدون رنگ بهش بدم، بدون رنگ. حالا وقتی که اینو تغییر میدم مثلا روی 25، انگار که این شاخص داره اینو نشون میده. به همین راحتی. بقیه‌اش خب بازی است. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید وقتی که من میخوام روی این مثلا یه دونه عرض کنم خدمت شما که لیبل بذارم، خب میتونم خیلی ساده بیام و از همین لیبلی که اینجا دارم مثلا من یه دونه کپی بگیرم، یا میتونم روش‌های دیگه ای رو استفاده کنم. این از این باکس هایی هستن که خب توشون میتونید شما ولیو بذارید. من میتونم اینو کپی پیست میکنم، میارم اینجا پیستش میکنم. نگاه کنید این یه آدرس داره، گفته مساوی مقدار فلان باش، مقداری که تو سلول F10 نوشته شده، یعنی همین چیزی که اینجا هست. و طبیعتا فرمتی هم میتونه داشته باشه. من میتونم اینو انتخاب کنم و بیام یه فرمت بهش بدم، بهش رنگ بدم یا هر چیز دیگه ای که بخوام، بعد اینو برای المان استفاده کنم توی نمودارم بذارم. این علامت پرسنتی هم که این بالا میبینید و این مبلغ کلی هم که اینجا میبینید، اینا طبیعتا از همین در واقع آبجکت استفاده شدن و وصلن. هر دو اینا فرمول دارن. ببینید وصل به خونه F14 مثلا و این وصل به این یکی خونه F12. پس به همین راحتی این مشخص شده. از این شاخص‌هاش، از این ابزار برای نمایش یک شاخص توی چارت ها خیلی زیاد استفاده میشه. من اینو دوست داشتم شما ببینید. خب فایل اول اون بود، فایل ساده‌ای بود، فکر می‌کنم عنوان شروع خب بعد نباشه. بریم یه نمونه دیگه با هم ببینیم. فایل دوم از این ترافیک لایت ها هست، یا در واقع شبیه چراغ های همونطور که مشخص شد ترافیک. خب خیلی استفاده میشه. اینا رو هم بریم با هم ببینیم داستان چیه. فرض کنید که من اینجا مقدار فعلی وارد میکنم مثلا 45، این شاخص زرد میشه. اگه 89 رو وارد کنم شاخص سبزه و اگه 11 رو وارد کنم شاخص قرمز. خب
حداقل و حداکثر هم اینجا مشخص کردیم بین 0 و 100. حالا چطوری این کار انجام میشه؟ یه جدول اینجا دارم، گفتم آقا این رنگ ها چجوری تعریف میشه. از 0 تا 25 قرمز، 25 تا 75 البته منظور اون 25 بزرگتره زرد، و از 75 تا 100 هم به رنگ سبز. مقدار فعلی رو اینجا نوشتیم. اینجا لیبل ها رو تکرار کردم. بعد اینجا یه فرمول دوباره نوشتم، گفتم اگر E14 یعنی چیزی که من اینجا وارد کردم خب از D8 بزرگتر بود و از E14 و از E8 کمتر بود، دوباره همون E14 از E8 کمتر، این داریم میگیم اگر این از این بزرگتر بود و از این کوچکتر، معنی چیه که بین این دوتا بود، اون موقع چی بشه؟ مقدارش بشه. این یکی از حروف عرض کنم خدمت شما که کیبورده که من به خاطر اینکه فونت این خونه رو از این فونت های در واقع سیمبولی استفاده کردم، فونت ویندینگ، و این اومده با اینکه من اینجا گفتم داخلش اینو بنویس، برای من یه چیز میاره، یه نقطه سیاه میاره، هرچند این موضوع مهمی نیست. یعنی من میتونستم همین فرمول رو بنویسم، به جای این چیزی که اینجا نوشتم یه علامت ستاره بذارم، مثلا یه ستاره خالی، بعد بیام بگم فونتش هم چیز نباشه، یه فونت معمولی باشه، یه فونت مثلا هر فونتی. خب این چیزی که اینجا هست اونجا خوب نشون داده نمیشد، برای همین چون ما به اینا فونت دادیم به این باکس، حالا میگم چطوری، برای همین از این ترکیب فونت در واقع سیمبولی استفاده کردیم، بخاطر اینکه قشنگتر دیده بشه، دلیل خاص دیگه ای نداره. مهم اینه که شما تو این فرمولی که من نوشتم اند رو اینجا بتونید درک کنید که این اند در واقع چطور داره کار میکنه، بین فلان و فلان میشه به این شکل. خب برای دومی من دوباره همین فرمول رو تکرار کردم. من میدونم ایف های تو در تو چیه، عمدن اینجا ننوشتم، میخواستم فرمول ها مستقل از هم باشه. دوباره گفتم اگر ایز 14 از دینو بیشتر بود از این 9 کمتر بود، یه ستاره یه نمیدونم فلان بذار، همون دایره توپره که در فونت وینگ البته اینجوری میشه، و اگه نه خالی بذار، یعنی هیچی نذار. به این ترتیب توی هر سه تا اینا ایفو نوشتیم. حالا این وقتی که مقدار فعلی تغییر میکنه اینا یکی از اینا پر میشه. خب حالا چطوری به اینجا انتقال پیدا میکنه؟ واقعیتش اینه که این یه قاب داریم ما اینجا، یه قاب چراغی. خب این قاب ماست. بعد روی قاب یه سری از این عرض کنم خدمت شما که آبجکت ها، همین دراینگ تولز ها داریم. من یه دونه از اینا رو کپی میکنم که اینجا بهتر دیده بشه. اینو پیست میکنیم اینجا. این اگه نگاه کنید فرمول داره، بسته به خونه مثلا آی 8 میتونه بکنم آی 9 که بهتر دیده بشه. نگاه کنید الان همون چیزی که اینجا هست اومد داخل این قرار گرفت. خب بقیهش خیلی ساده است. من میتونم بیام به این چیکار کنم، به این ببخش به نوشتهش، میتونم به نوشتهش رنگ بدم، میتونم بزرگترش کنم، میتونم اون بردر قرمز رو از دورش بردارم، به هر کار دیگه که بخوام. بعد وقتی میاد روی این قرار میگیره، حالا یه ذره کوچیک‌تر، انگار که یه چراغ زرد. 3 تا از اینا دارم، از اینا هر کدوم مال یه رنگه و اینا رو روی این چیز گذاشتم، روی این قاب ترافیک لایت گذاشتم که یه در واقع پلیتیکه، یه روشه، یه ایده است که با استفاده از اون میتونید شما این شاخص رو در واقع یه شاخص رو با 3 رنگ نشون بدید و برای نمایش وضعیت شاخص ها، وضعیت 3 حالتی شاخص ها، خب تکنیک خیلی مناسبه. یعنی این بخش به این شکل میتونه یه گوشه از داشبورد شما رو بگیره و یه شاخصی رو نشون بده، مثلا وضعیت فروشتون بگه بحرانیه یا خیلی بده، نمیدونم یا خوبه، که خب اینا دیگه ایده خود شماست. فایل دوم خب اینو ظاهراً مشکلی براش پیش اومد که البته اشکالی هم نداره. فایل سوم خیلی شبیه فایل قبلیه، فقط این که یه روش دیگه این کار رو انجام داده. من دوست دارم روش‌های مختلف شما یاد بگیریم. روشش با استفاده از کاندیشنال فورمتینگ. نگاه کنید من اینا رو ببرم کنار، اینایی که روی این چیز گرفتن، این یه در واقع یه حالت هاشوریه، اینم که قابه بموند، اینجا یه سله، مقدار فعلی یه دونه سل. این جدولم که خب همینجوری اینجا نوشتیم، این سل رو من انتخاب میکنم، میام تو کاندیشنال فورمتینگ، گزینه منیج رول رو انتخاب میکنم. اگه اینجا رو نگاه کنید این سل 3 تا رول داره، دونه دونه میتونم انتخاب کنم، ادیت رول بزنم. ببینید نگاه کنید، گفتم اگر همون چیزی که اونجا نوشته بودیم تو فایل دوم، اینجا تو کاندیشنال فورمتینگ گذاشتیم که اگر این شرط برقرار بود، یعنی اگر از C6 بزرگتر بود از D6 کمتر بود، فرمتش بشه چی؟ رنگ زمینه سبز. کنسل میذارم که ویرایش نکنیم. شرط بعدی تبدیل میشه زمینه سبز. شرط